بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومقرئ القرآن مع أحبائه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله خار و ذلیل کند چنین انسان ها را و چنین دشمنای دین را. الله خار و ذلیل کند اول این منصور فضیل زاده را به این تحقیر و توهینی که در حق دین ما کردگی، در حق پیغمبر ما کردگی، در حق برادران و خواهرای مسلمانی که ما کردگی، خداوند جزاش بیاد، خداوند هلاکش بگردونه. تو بدگهر تو میری زردشتی میشی، آتش پرست میشی، خریستیان میشی، سگ پرست، شک پرست میشی، چیزی میشی برای بشو. به ما زیان نمیرسد، به یگان مسلمان ها زیان نمیرسد، بلکه به خودت زیان میرسد، به خودت زیان میرسد. تو همون یک سگ هستی که به سوی محتاب هاو میکنی، اما به محتاب زیان نمیرسد. اسلام ایروزی پیدایشش به مثل سگ ها بودن که میخواستن اسلام ای بین بروه، اما این دین الله هست. اگر چندی که ما امروز مظلومیم، اگر چندی که امروز ما قدرت نداریم که دهنیت سگه بریم یا در دهنیت زنیم، دهنیت را بند کنیم، اما خداوند انشالله خداوند اینشا محافظت میکنه. خداوند انشالله تو بر این سگ ها را خار و ذلیل میکنه. بدگهر خداوند در قرآن میگه که هر آینه در نزد خدا دین اسلام است، اما تو بدگهر افتخار به کدام دین زردشتی میکنی، به یک آتشه که او بشمشه خاموش میشه. او لایق پرستش داره، کنی عقل، کنی منطق. پس من خطاب بر تو بدگهر میکنم که امروز تو نفرت به مسجد داری، نفرت به اسلام و به مسلمان ها داری، به کسای حجابدار و نمازخوان داری. بدگهر وقتی که مردی انشالله قطعی امو ابو جهل، قطعی ابو لهب، قطعی فرعون و قارون و نمرود میخیزی انشاءالله و تا قیامت در آتش میسوزی. پس خداوند خار و ذلیل کنه به این بدبینی و به این دشمنیت. من پس که این قدر نفرت به مسجد و به وی داری، پس وقتی که مردیم چرا میبری؟ مردی وصیت کن فرزندوتا که مرا مسجد نبرین. من در زندگیم دشمنی مسجد بودم، دشمنی مسلمان ها بودم، منو مسجد نبرین. هم خیلی وصیت کن. اون مرده پلید میگیری مسجد میبری، اون مرده پلید تو چی در کرای؟ در زندگی نفرت به دین و به مسجد داری، مردت مسجد میره. او مسجد بیزوره ای مرده پلیدی تو، ای او مرده جسد ناخلفی تو. اما از شما خواهش میکنم برادرای مسلمان که این حق مسلمانی ماست، زیرا ناموسی در دین بالاتر ای ناموسی در عائله است. همت خزین یک مراجعت کنیم بر حکومت تاجیکستان، هم یک شهروندای تاجیکستان که این منصور فضیل زاده به جوابگری کشیده شود، زیرا این سبب ناآرامی وطن عزیز ما می باشد. بارک الله فیکم.